هایی که تشریف استاد عینی را به نوار گرفتند. این منظره مراسم ویدا با ظهور دخته یکی از نواربرداران فیلم رستم و سهراب است. عکسبردار و فیلمبردار و کارگردان ناماشنای تاجیکستان دیروز در پی یک صدمه نقلیاتی به هلاکت رسید. ماشین آنها در کیلومتر 33 راه دوشنبه چناق در حدود ورزاب به ماشین بارکش برخورده است. گفته می شود ظهور دخته ماشین می رانده و همراه پیوندان خویش به یکی از استراحتگاه ها می رفتند. در نتیجه او از سر آسیب برداشته به هلاکت رسیده است. مسافران دیگر زنده مانده اند. ما یک انسان بزرگ، یک برادر، یک دوست از دست دادیم. در حالتی از دست دادیم که یک پیاله آبم ندادیم. پرواز کرد آمد، پرواز کرد و رفت. میگویند که در سیاره شخصایی نیستن که عوض نشونده باشند. هستند. هیچ جای ظهور دخته را برای من میگیره. ایشان صورتگیر نبودن. ایشان نواربردار بودن و همون آخرین نقطه‌ای که میگرفت در فیلمشان ماندن. با استاد باقی رحیمزاده و لایق رحمتی ما را دعوت کردن در همونجا ظهور یکی از اولین ها نواربردار این فیلم بودن. من چی میخوام بگم؟ با مرگ مردان هنر سیاره خالی میشه. جای ظهور دخته در پهلوی همه ما خالی است و مخصوصا در پهلوی من. ظهور دخته 88 سال داشت. اگر عمر وفا میکرد پس از 2 روز 89 ساله میشد. برای خیرباد این عکسبردار معروف اهل هنر، نزدیکان و پیوندان و روزنامه‌نگاران آمده بودند. در حالتی که ویدا میگوییم سخن ویدایی است، برای ما برای سینماگران واقعا مشکل است، ولی ما بار دیگر از نام تمام سینماگران، از نام شاگردان استاد تمنا میکنیم که روی ایشان شاد باشه، منزل آخرتشان آباد باشه. پس از مراسم ویدا مرحوم را در آرامگاه سری آسیای دوشنبه در کنار قبر پدرش به خاک سپاریدند. یکی از نزدیکان این خانواده به ازیا پلوس گفت محض با وصیت خود مرحوم او را در کنار پدرش میگذرانند. او سال 1936 در داغستان به دنیا آمده است. در کودکی همراه خانواده به تاجیکستان کوچ بستند. ظهور دخته در چندین فیلم ها همچون نواربردار سهم داشته است، از جمله در فیلم رستم و سهراب. فیلم دیگری او نیز با کارگردان شناخته بریس کیمیاگرف آدم پوستش را عوض میکند از بهترین فیلم های ساخته تاجیک فیلم محسوب می شود و این فیلم ها نه تنها در قلمرو شوروی سابق بلکه در خارج از آن هم بیننده زیاد داشتند. تمام حیاتشان، هستیشان به تاجیکستان بخشیدند، به فرهنگ تاجیک، به سینمای تاجیک و اینقدر این سرزمین دوست می داشتند، اینقدر محبت به این سرزمین داشتند. کمتر نفرای پیدا کردن ممکن است که به این ملت و به این سرزمین و به این فرهنگ و تمدن بشرساز ما اینقدر عشق و محبت داشته باشند. زورکه دوست می داشتند، یعنی دوست بودند، با آنها همنشین بودند، با اهل ادب، با اهل هنر، با شخصیت های بسیار معتبر تاجیکستان. و این خود گواهی آن است که زورکه از خردی در یک محیط بسیار سالم فرهنگی و محیط فضل و ادب به کمال رسیدند. عزیزی میگوید که آنچنان زی که چو از حادثه برباد روی، حسن معنی نگذارد که تو از یاد روی. استاد همین خیلی زیستند، شاعرانه زیستند، عاشقانه زیستند و تاجیکانه زیستند. مرحوم در تهیه بیش از 600 فیلم مستند نیز شرکت کرده است. عکاسی نیز هنر دیگری اوست. عکس‌های او در خارج کشور به نمایش گذاشته شدند. به گفته دوستانش سالهای اخیر او رسما در جای کار نمی‌کرد، تنها برای مجله سرزمین و چند از مجله‌های دیگر عکس می‌گرفته است.